حتما دیدین یا شاید خودتون یکی از اون دسته آدمایی باشین که وقتی دوربین فیلم برداری میاد روش یه نگاه خاصی داره، یه خیره بی احساس. البته نه از بی احساسی زیاد، بلکه از زیاد بودن این احساساته. یه پدیده اجتماعیه که توی جوامع بین‌المللی بهش میگن جن زد سر یا خیرگی نسل زد. نگاه نسل شما، نگاهی که توش خستگی هست، بی‌اعتمادی هست، بی‌حوصلگی هست و شاید بی‌نیازی از توضیح دادن یا حتی توضیح خواستن. من هر روز این نگاه رو تو چشاتون میبینم. البته این به خاطر این نیست که چیزی کم داریم، بلکه خیلی چیزا رو هم اضافه داریم و زودتر از موادش متوجه شدیم. این نگاه یه جور زبان جدیده، انگار قراره با سکوتتون فریاد بزنیم. حالا راه حلی که واسه این قضیه وجود داره چی میتونه باشه؟ ما نباید تو این نگاه گیر کنیم، نباید بهش عادت کنیم. قرار نیست اون خستگی بشه جزوی از شخصیت ما. قرار نیست اون تایمی که متوجه میشیم دنیا حوصله ما رو نداره، ما هم حوصله خودمون رو نداشته باشیم. خودمون چه گناهی کردیم؟ تو فقط یه نسل نیستی، تو یه موجی، یه موج از درد، از فهم، از آگاهی. پس اگه قرار به چیزی خیره بشی، بذار به آیندت خیره بشی.